قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. على 60 و 300 مفصل. مفصل یعنی از چشیدگی فاصله، یعنی جدا میکنه در چیده، یعنی جدا میکنه، یعنی میخواد آدمانده چند تا همین مفصلش میشده، بغومش، پیوندش، عاشقش آدمانده چند تا میشده است؟ 360 میشده است. بعضی نسخه مسلمانده اومده گیده خلق الله ابن آدم على 60 و 300 سلامه. یعنی جنده چی شد؟ یعنی اشکال شد از جهت لغت العرب، لغت عربی اشکال شد. برای که مونده لغت عربانده چی میشد؟ یعنی دایم مضاف نکره میشد و مضاف الیه معرفه میشد. ها اینجا عکس شد، یعنی 3 مضاف 100 مضاف الیه. بعد اینجا چی شد؟ یعنی اصل باید که یعنی دایم چی میشد؟ کتاب زید، کتاب الرجل، یعنی مضاف الیه معرفه میشد. لیکن اینجا عکس شد، مضاف معرفه شد، مضاف الیه نکره شد. از 60 و 300 یکم جزء مضاف معرفه شده اومد و این مضاف الیه نکره شد. اینجا مشکل شد که همجا به دو جواب میتونه. یعنی اینجا میگن که یکمش 100 اینجا چی شد؟ یعنی موب تمییز شد، منصوب تمییز، یعنی 300 100 یعنی 100 چی میشد اینجا؟ تمییز شده میبیاید. یعنی چی شده میبیاید؟ یعنی تمیز شده میبیاید. و دویم چنده گفتن که الف لام معرفه نه، انما الف لام زائده گفتن، زائده گفتن. یعنی فهمید؟ الشاهد یعنی چی بوده است؟ یعنی همین سلامه، یعنی همین مفاصل، یعنی استخوان های عددش آدمانده چند تا میشده است؟ یعنی 360 استخوان میشده است انساننده. من الناس علیه صدقه. سبحان الله، هر یک من استخوان به 360 استخوان به یعنی ابن رجب رحمه الله میگوید که امروزه لغت طب بنده میگوید اطباءها میگن که استخوان آدم 248 استخوان نشه، 248 نام میباید هم سمسمانیات میگن. اطباء دکترها به چی میگن؟ یعنی سمسمانیات میگن، از سمسمانیات میگن 248. یعنی این چیز 248 شاید که استخوان‌ها یعنی چه؟ با این مثلا نمایان، لیکن با استخوان‌ها هایی که مایده چشم مثلا چه خورد که های و یا حساب نکرده از شاهد عددش چند تا میشد؟ و 360 خیلی که حدیث با اومدگی، یعنی 360 تا انسانند چی میشد است؟ یعنی استخوانش میشد است. از هر یک من استخوان باید که چی علیه صدقه، علیه صدقه، یعنی علیه که شد، علیه اینجا چه معناش میتید؟ واجبه، یعنی یجب علیه فی کل سلامه من هذه السلامیات صدقتون. یعنی انسان با واجب که از نام هر یک عضوش 360 استخوانش صدقه کند. فهمدید؟ انا اكون جميعا چی شد؟ صحابه ها بهش کار شد کی مثلا این به قادر مثلا 360 استخوان به چی کردن، یعنی صدقه کردن، کی قادر این چیز به؟ لیکن رحمتی الله سبحانه و تعالی، رحمتی الله سبحانه و تعالی عظیم، رحمتی الله سبحانه و تعالی چی؟ عظیم. هم به بعضی سلف میگفتن که الله سبحانه و تعالی انعم على عباده بقدره و اوجب عليهم الشكر بقدرهم. نعمت دادگیش الله تعالی از خودش داد، لیکن شکر قوت وی ها بکرد. نگفت که خودش قوت وی ها چی احاله کرد؟ شکر. هم به نام کل یوم تطلع فیه شمس، یعنی 360 استخوان هر روز. کل یوم، کل یوم یعنی ما می‌نیم که کل از الفاظ العموم، یعنی هر روز، نام از روز جمعه تا روز جمعه هر روز باید که چی؟ صدقتی. تطلع فیه شمس، یعنی اینجا مثلا چی؟ تطلع فیه شمس، یعنی این چی به دلالت کرد؟ یعنی تأکید به. و الا مثلا کل یوم که شد ما یوم می‌نیم، یوم یعنی یوم، روز، لیکن جان تطلع فیه شمس ما با باب چی اومد؟ یعنی باب تأکید، باب تأکید. هر روزی که آفتاب میبراید، یعنی روز نه که آفتاب نبراید، خیلی یعنی
یعنی معروف که روز به چی میشد؟ یعنی آفتاب میشد، شب به ماه میشد. اکنون اینجا هم چیه؟ همین روایت عایشه هم ده. این حدیث خیلی که گفتیم از حدیث ابو ذر، از حدیث علی بن ابی طالب، از حدیث ابن عمر، از حدیث ام المؤمنین عایشه، از حدیث ابو هریره، نام از جمع حدیث، از حدیث ابو دردا حدیث اومدگی. همینان ده همین حدیثون ده صحابه ها چه به حیرت بموندن، گفتن که یا رسول الله، گفتن و من الذي يقدر على هذا، یعنی این 360 به هر روز 360 چیز به صدقه کردن کی قادر میشد این چیز به؟ ها کی قادر میشد این چیز به؟ کی قادر میشد این چیز به؟ گفتگینده رسول صلی الله علیه و سلم گفت که نعم یعدل بین الاثنین صدقه، بین دو نفر عدل میکنی، ها بین دو نفر عدل میکنی. یعنی عدل چیزی عام، عدل بین، یعنی انسان اگر ها میزواج باشد مثلا، یعنی از یک زاید زن داشته باشد، بین دو زنش چی میکند؟ عدل میکند. دو فرزند دارد یا بین فرزنداش چی؟ عدل میکند. اعدلوا بین ابنائکم، حدیث نعمان ابن بشیر ابن سعید، نعمان ابن بشیر ابن سعد، نعمان ابن بشیر ابن سعد رضی الله تعالی عنهما، پدرش وقتی که نزد رسول صلی الله علیه و سلم اومده میگفت که میگفت که یا رسول الله من همین بچه‌م به چی کردم؟ میگفت یک باغ هدیه کردمش، هم به شاهد شو که باغ انی بچه. رسول صلی الله علیه و سلم میگه که الک نام من الابناء غیر هذا، گفتگی نمیگه که بله، میگفت که اوهبت نام علی کلهم وهبت، میگه که نه، میگه که لا، میگه دیدم اعدلوا بین ابنائکم، یعنی دیگه بچه داری؟ گوید ها، گوید میگه که همه بچه‌ات به من هدیه کردی. گفتگی گوید که نه، گوید میگه که این طور باشد چه؟ این طور باشد چه؟ بین بچه‌ها چیکار کنی؟ یعنی عدل کن. بین بچه‌ها چیکار کنی؟ یعنی عدل کن. سپراویدلیو چی بانم؟ عدل کن یعنی چیکار کنی؟ یعنی برابری، برابری نمیگویم، از جهت چی عدل میگویم، یعنی از جهت چی نه عدل، برابری گفتگی نه، یعنی ربما مثلا چی میشد؟ یعنی بعضی برابری هایی که باید ناعادلانه میشد، بین بچه‌های بعضی برابری هایی که باید چی به میبرد؟ یعنی ناعادلی به میبرد. هم خیلی یعنی این ناعادلی به میبرد، مثل باب شهادتانده، باب میراثانده، باب عقیقانده، بین زن و مرد اینجا ده چی یعنی فرقش نشده ها جننده، اینه برابر کاره، این ناعادلی میشد، یعنی این چی میشد؟ ناعادلی میشد ایننده، ایننده چی میشد؟ یعنی ایننده ناعادلی میشد. یعنی الان مثلا چیوای بین مثلا چیوای همه چیز عدل کردن، عدل کردن. و یعین الرجل فی دابته، یعین الرجل فی دابته، یعنی این معنی مثلا چه دو معنی دارد. یعنی بالای اسپندهی یک آدم چی همراه خودت میگیری و یا که یک آدم مثلا بالای اسبش به برآمده نمیتواند، یعنی اسبش مثلا یا چی نمیکند، میری و به چی یاردم میدی؟ میبرداریش. یعنی مثل امروز مثلا یک آدم میبینی ماشینش چه ویران شدگی، ماشینش خراب شدگی، میری مثلا چه از دست اومدگی یاردم میدی، وای به یاردم میدی، مثلا ممکن به چی میگیم تیل دادن مثلا، تیل دادن مثلا، یا که مثلا یگون چیزیشه یاردم دادن مثلا و یگون کورش نه ممکن مثلا چی میگید و چی میگیم یعنی شحن کردن، یعنی اشتراک مثلا میگن که یعنی اشتراک کردن مثلا، یعنی برافت استاده مثلا میبینی یک راه انده چی، یعنی هوای گرمای خنک یک آدم بود سری کوچنده، باید که استوای به چیکار کنی؟ یعنی یاردم تی، وای به چی یاردم تی، یعنی فیحملوا علیها، یعنی چیکار میکنی؟ یعنی به میبردارش بولی دابش به، او یرفع علیها متاعه صدقه، یعنی یا که مثلا خودش بلند تگنده چی وای متاعش، یعنی یک بورش، یعنی یک سومکشای مثلا یگون مثلا بورش مثلا تگنده، میری چی میکنی؟ برداشته دستش به میتی، برداشته چیکار میکنی؟ یعنی دستش به میتی. والکلمه الطیبه صدقه، یعنی سبحان الله دیگری همین انده مثلا چی اومدگی، یعنی از مثلا چی مثلا از
کذالک حدیث ابو ذر در حدیث ایشان اومده ای که از همین راه از راه همین خوره مثلا همین چیزهایی که مثلا یک افلاسی آدمو به آسیب میرسونه همین چیزهای از راه دور کردن و چی میشد صدقه میشد و چی میشد و صدقه میشد بدیت از آدمو نگاه میداری و صدقه میشد برادرت به تبسم کرده مینگری و صدقه میشد و چیز یعنی یک مثلا آدم ملحوف آدم محتاج به یاردم میتی و چی میشد یعنی صدقه میشد و چی میشد یعنی صدقه میشد یک آدمی که راهش گم کرده و به راه نشون میتی صدقه میشد سبحان الله نگرید همین کارا همه میکنند مسلمانم کافرم مشرکم موحدم مبتدیام سنیم وقت برافته میتی دکات میگوید که فندق کدام مثلا داوودی گجابه حالا تو نشون میتید یعنی همه میگوید نه یعنی داوودی میند گجونده همه میند گجونده یعنی علمی جان ما به چی میگن یعنی سلفان در عباراش نه که میگن که النیتو تجارت العلماء النیتو تجارت العلماء همین سلفان در چیه عباره ذهبیاشونه عباره‌ای که با آب طلا مینویسه نه النیتو تجارت العلماء نیت است که این تجارت علما فهمدید یعنی چه خیل مثلا الان این چیز لیکن ویا مثلا حاضر یک مول مبلغی کلان ممکن 100,000 مثلا حاضر چه دینار یا درهم یا دلار داری آدم جاهل دست چنده و چیکار میکند موبایل یک هفته به نیست میکند یعنی همین خیلی میخورد یعنی چی میکنه لیکن یک آدم با عقل باشد آدمی که تجربی شه وی میگرد چی میکند تجارت میکند و که توی چی وای 100,000 چه بسیار میکند یعنی فهمدید انمی خیلی مثلا چی وای نیت هم یعنی فهمدید یعنی پول کارکنی که میدوند تاجرها و همین خیلی مثلا چی نیت هم کار فرمیدن که میتاد فقط عالم ها خود همینجا یعنی چی میبیاد یک کس راه گم کرده میگه که برادر هل لکن تدلنی الى مرکز داودی يقول على طول ما قلت كانت تذهب نعم على هذا الطريق ثم ترجع ثم تدخل يمين ثم يسار ثم أمامك تجد ماذا المركز خلاص لكن سبحان الله عالم آدمی که مثلا علم دارد مثلا مباشرتا چی میکند نیه استحضار میکند یعنی همین کار شما میتونید که یک مباح کنید خلاص یک آدم مثلا چه برافسوز مثلا میگه لیکن دیگه آدم چی مباشرتا چی کار میکند یعنی نیتش استحضار میکند و نیت یاد به میبرد نیت میبرد میگوید که من همین چیزا حاضر برای برادر یعنی چه صدقه میکنم این چیزا یعنی با اخلاص یعنی هم برادر به نیکی کرده برای الله تعالی کرده الله به نزدیک شده چه صدقه من چه حاضر برادر به میتیم حالا چیز یعنی موبایل همین یک 5 6 سکوند همین چیز پیدا میشه که چیز یعنی این کار چه شد یعنی یک عملی عظیم بگاروندید یعنی نه فهمیدید یا نه فهمیدید یعنی همین آدما مثلا روزا به چه قدر ها میکند مثلا یعنی کی مثلا یعنی یک کس به ماشینش به یاردم میتید یک کس میگرید یک کس به رفته یاردم میتید یک کس به مثلا یعنی حتی مثلا آدمی کور به راه نشون دادن آدمی سوم به کار به مثلا آواز شنواندن و به یک چیز گفتن مثلا یک همه میکنه میکنن لیکن کم در کم آدمی که ایکی وچ میکند و با عبادت میکند همین به مثلا چی میگون که الجاهل یجعل العبادة عادة والعالم یجعل العادة عبادة یعنی جاهل چیکار میکند عبادتش عادت به میگرداند آخه مردم هم نماز رفته یک نماز برفته بیم یک یعنی چی خیلی نماز آخر لیکن عالم چی مثلا اعتکاف میگیری مثلا نه مثال عادی اعتکاف اعتکاف بینید مثلا همین حرمیننده مسجد نبوی مسجد حرامنده مثلا میبینیتون یا هزارها مثلا چی آدم‌ها اعتکاف میبیاد جا نمیابید یعنی جا نمیابید یعنی برای اعتکاف کردن 6 تا به جا نمیابید حرمیننده ایام خاصتا دی اخیر رمضاننده یعنی میبیاد آدم‌ها اعتکاف یعنی همسایه اعتکاف رفت منم رفتم اعتکاف میرم یعنی یا که مثلا فندقی بی پول یعنی رفتیم در روز یعنی چی بی پول میشنیم یعنی
لیکن آدم مثلا عالم چی میکند؟ به نیت تجارت میکند. نیتو تجارت العالم. میبیاده چی میکند؟ یعنی اعتکاف. یکم چی نیتی اعتکاف میکند. دویم مثلا چی میکند؟ یعنی انتظار صلات. یعنی میگوید که یعنی چی؟ المرء فی الصلاة ما دام ينتظر الصلاة. یعنی مادامی که تو مسجدان در شیشته نماز انتظاری گویا که تو داخل نمازنده ای. و نیتش که چی؟ تکبیره احرام درک کنم. یعنی چی نگرید؟ یعنی چی میکند؟ یعنی چهارمش مثلا چی میکند؟ یعنی مقصدش تراویح هر روز به امام از اولش تا آخرش خونده تا چی به نورد. یعنی حدیث مسلمانگی به مثلا حدیث مسلمانگی به درآید کسی که به امامش اولش تا آخرش خونه دو سونی مثلا نماز نبرو تا امام نبرآمدن وای به چی قیام اللیل کاملا نوشته میشه. و وای تونی مثلا تلاوت قرآن کردن یعنی چی امر معروف نه. نگرید چی قدر عملهای یک نیت به چی جمع میکند. یعنی این آدم دیدید یعنی این همش به چی میشه؟ یعنی به علم میشه. لیکن جاهل چی؟ از همین چیز محروم. هر دوش همین کارو میکند. هر دوش یک چی همین یک مثلا سعی و کوشش هر دوش یک کارو میکند. لیکن عالم چی قدر عملی بسیار میگیرد. این جاهل دسته چی به خفین حنین گشته میبیاد. یعنی دست خالی گشته میبیاد. یعنی یگون چیز همین چیز یعنی یگون چیز مثلا چی نیست چی چیز. یعنی دیدید یعنی اینا چی میگیم؟ یعنی اینم با چی بیان میشد؟ ایننده یعنی فضل علم بیان میشد. یعنی با چی؟ فضل علم. با الله تعالی که ان الله يرفع الذين آمنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. یعنی الله تعالی چی؟ اوتوا العلم، اولو العلم مثلا درجهاشون چی میکند؟ میبردن. همین بیان این نیت یعنی چی؟ به نیت نگرید. یعنی همین کار نکن، همین کار میکرد عادتت به نیت چی میگردونی؟ تو عبادت عظیم به میگردونی. عبادت چی به میگردونی؟ عبادت عظیم به میگردونی. یعنی فهمیدید؟ یعنی مثلا چه همین مثلا عبادت ها هم به انسان هم به یعنی دائم چی میکند؟ یعنی استحضار دائم نیت مثلا چی باشد؟ یعنی پیشنده باشد. دائم باید که چه نیت شنده میشد. یعنی باید که پیش انسان انده باشد. یعنی هم به نگریت همین چیزا یعنی عدل کردن. یعنی هر کس مثلا چه یعنی دو فرزندش مثلا میگوید که یعنی بیا هر دو فرزندم اخیر خرم. جاهل عادت مثلا میگوید خیلی آدمگری گفته. لیکن طالب علم عالم چی میکند؟ یعنی میگوید که این چیزا برای که رسول صلی الله علیه و آله گفته که نه فرزندش میخرد لیکن نفس وقتنده چی؟ صدقه. وای چی میشد؟ یعنی صدقه میشد. یعنی همین راه رفت استاد است یک آدم میبیند ماشینش وای رو می استاد وای به یاردم میتیاد ماشین دستش اومدگی میتوند نمیتوند خیلی المهم یک یاردمش میتیاد وای چی میشد؟ نیت میکند که این کتیش کو میکند؟ صدقه میشد. یک مثلا یک چیز مثلا دیده استاد که یک آدم خودش برداشته نمیتوند میرید وای به یاردم میتیاد میبردارید ماشینش میمونید این چیز برای شما نیت میکنید صدقه میشد. کلمه طیبه مثلا یک آدم بچه یک کلمه خوب میگوید دستگیری میکنید. یک آدمی خوب مثلا کلمه میگوید مثلا یعنی یک مثلا یک متسول مثلا میگوید که صدقه میگوید اومده صدقه میگوید مثلا صدقه میگوید مثلا یک کس مثلا میگه که یعنی خلاص یعنی عادت یعنی الله کریم میگوید خلاص بس. لیکن دوی مادام مثلا چی میگوید که با کلمه طیبه گفتن کلمه خوب گفتن نه نرنجاندن صدقه. یعنی برادر صبر کن مثلا ان شاء الله الله سبحانه و تعالی بهترش میتید. دو کلمه گفتن میتونه کمینه. و شرط نه جنگ کردن مثلا چی کردن شرط نه الله عالم ولتی وای چی کدوم اندم کلمه خوب میگویی وای برای تو چی میشد؟ یعنی برای تو چی وای صدقه میشد. كل خطوه يخطوها الى الصلاه صدقه. یعنی خطوه قدم هر یک مثلا خطوه یعنی چی بدست؟ یعنی هر باری که پوت یعنی میبرداری میمونی هر باری پوت برداشته موندن به سوی مسجد میری چی میشد؟ وای صدقه میشد. تو به همین روزا آدمو چی قدر مثلا رفته میبیاد یعنی چی قدر میرد یعنی رفت 10 دقیقه اومد 10 دقیقه مثلا یعنی از این چیز چی وای غفلت انده. هر باری که میری مثلا نه چی استحضار کنه منه طبعا چی میشه؟ یعنی یاد ببیار انما الاعمال بالنیات. این چیزا به نیت دست میبیاری یعنی هم خنه نه و الا عادت میشه. یعنی این چیز هیچ چیز فایده نمیگیری. یعنی و یومیت الاذى عن الطريق صدقه. یومیت الاذى یعنی اماطه ازاله دور کردن. یعنی دور کردن چیزای اذى از طریق. یعنی یک مثلا دیدی که راهنده یک سنگای یک شیشه های یک خورای مثلا آدمو به چی میکند؟ یعنی ضرر میرسوند. همین راه دور میکنه وای تو به چی میشد؟ یعنی وای برای تو چی میشد؟ یعنی صدقه حساب میشد. یعنی فهمیدید؟ وای چی میشد؟ یعنی صدقه. الان خیلی الحمدلله یعنی چی وای حدیثی دیروز گفتگی مونده چی وای تسبیح
صدقه. حمد یعنی سبحان الله میگویی صدقه. الحمدلله میگویی صدقه. الله اکبر میگویی صدقه. لا اله الا الله میگویی صدقه. نماز روزه همه اینا چی میشد یعنی صدقه. یعنی این چیز عمل های لازمی های یا که متعدده های. امر معروف نهی منکر، یک جاهل به تعلیم تی علم تی، این همیش چی میشد یعنی صدقه میشد، همیش صدقه میشد. هم به یعنی انسان دیدید همین 360 سلامایه یعنی حقش شکرش به چی میداده انسان. و علیکم السلام. 360 سلامایه حقش به چی؟ به همین عمل ها. الحمدلله الله سبحانه و تعالی خیر کبیر گذاشت اینجا، به خیر کبیر گذاشت سبحانه و تعالی. همین اند حدیث وایشنده یعنی حدیث ابو ذر انده میگوید که علیه الصلاة و السلام 2 رکعت ضحی کفایه میکند. ضحی مثلا من نماز ضحی بعد از فجر وقتی که آفتاب میبرد مثلا هوا سخت گرم میشد، سخت گرم میشد، همین وقت چی میشد؟ ضحی وقت میشد. 2 رکعت 4 رکعت 6 رکعت اومده گم 2 رکعت خون ان شاء الله مثلا چی میشه؟ خیرنده میشه، صدقه میشد. این چیز تو به این چیز تو چی میشد یعنی صدقه میشد. یعنی حتی مثلا یعنی قضای مثلا شهوت چه که انسان اویلش به مثلا نه زنش به مثلا همین جماع میکند، اینام چی میشد یعنی صدقه میشد. یعنی اینام چی میشد یعنی صدقه میشد. این چیز یعنی لقمه ای که دهان زنت میمونه این چیز میشد یعنی صدقه میشد. این چیز یعنی سبحان الله. یعنی همین اند مثلا معنی چی میشد یعنی و من اعرض عن ذکری فان له معیشة ضنکا. یعنی هر کسی که از ذکر من میگه رب العالمین روی میگرداند وای به چی؟ حیات ضنک داده میشد. ضنک تنگ داده میشد. حیات چی داده میشد یعنی تنگ داده میشد. و هر کسی که به ذکر من به کتاب سنت زندگی میکند وای به معاش زندگی چی داده میشد؟ خوشبختانه داده میشد. اینجا ممکن سوال میشد که ما میبینیم که مثلا چقدر کافر مثلا چقدر مثلا چیزا یعنی از الله تعالی رو گردوندگی لیکن حیات خوشبختانه میبیند ویو یعنی بوی بداوله. نه ابدا نه ویو ویو منه تنگش گجونده وای میلیاردر ممکن هم خیلی یعنی ممکن مثلا چی وای یعنی میلیارد پول ها دارد وای لیکن حیاتش الله نشون نتیاد وای حیاته. الله نشون نتیاد وای حیاته. وای بدبختی الله نشون نتیاد میگه وای دیده سگ میگیه تویلتی وای با منه تنگش گجونده و یا هر باره که 1 درهم صرف کند یعنی معناش میگوید که 1 درهم از حیاتم صرف کردم. فرزندش به یک چیز خرد میگوید که این چیز چی شد یعنی راست خود شد. زنش به یک چیز خرد میگوید که این راست خود شد. لیکن مؤمنان خیلی چیز نه. مؤمنان خیلی چیز نه، بالعکس خرسند میشد. چقدر بسیاری که مثلا نه کافر چقدر بسیار دست بیارد همین قدر خرسند، لیکن مؤمن چقدر که دستش برود همین خیلی خرسند. هم به رسول صلی الله علیه و آله وقتی که یک گوسفند کشته شد یعنی وقتی که میبیاید علیه الصلاة و السلام عایشه رضی الله عنها میگه که گوسفند 3 به تقسیم کردیم، یک قسمش صدقه کردیم 2 قسمش خود بگرفته مونده. رسول صلی الله علیه و آله میگه که نه، یک قسمش خود بگرفتیم 2 قسمش از دست دادیم. یعنی چخیل گفت میگه که صدقه که کردی یعنی این چیز میموند تو به، لیکن چیزی که خورده رفته چی میشه و یک علمی به مثلا چیکار میکنیم یعنی هم به انسان دویم عملش چی با یعنی باید که چی نیت استحضار حاضر کند، دویم نیت چیکار کند حاضر کند. اینجا فضل اسلام با چی میشه یعنی بیان میشه. و همچنین وقتی که علیه الصلاة و السلام گفت که کل سلامه من الناس علیه صدقه یعنی این معنای چه میتید؟ معنای شکر میتید. یعنی معناش یعنی سبحان الله همچنین سلامه اومد. همچنین یعنی تخصیص رسول صلی الله علیه و سلم سلامه به ذکرش استخوان های ذکرش گفتند برای اینکه این یکی از بزرگترین نعمت هایی که انسان باعث این چی استخوان. یعنی تو تصور کن که اگر استخوانت کار نکنه چیکار میشکنی؟ استخوانت کار کردن کار نکنه چی میشه؟ یعنی آدم چی میشه؟ مشلول میشد، شال میشد. دیدید؟ هم به این نعمت عظیم یعنی اینجا با چی پیدا میشد؟ یعنی مسئله شکر پیدا میشد. یعنی همین بیانه این نعمت ها از الله دائما هم چیز به الله تعالی قرآن به ما به این چیز به مسئله یاد به میرود دراز میکند سبحانه و تعالی. هم دائما ما به چی میکند؟ یاد راست میکند. یا ایها الانسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. يعني نقرأ
یعنی یادت میکند که یعنی انسان اینقدر تو مغرور میشی. ها الذي خلقك یعنی الله تعالی به مغرور میشی. همینه که توی خلق کرد، همین حالت بهترین حالتند توی چی کرد؟ خلق کرد. الم نجعل له عینین و لسانا و شفتین و هدیناه النجدین هو الذي انشأكم وجعل لكم السمع والابصار والافئده قليلا ما تشكرون. ها لا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا. یعنی این چیز همش چی به دلالت میکند؟ یعنی شکر به یعنی الله سبحانه من نعمتهای الله خلق کرده. یعنی ها یعنی الله سبحانه و تعالی خلق کرده این چیزها، زبان، ها یعنی چشم، زبان، لب، ها نمین چیز یعنی گوش، شنیدن، دیدن، بینایی، شنیدن، این چیزهای. ها هو الذي انشاكم وجعل لكم السمع والابصار. نعم هو الذي انشاكم وجعل لكم السمع والابصار والافئده. دل و گوش و چشم چیزهای همیشه رب العالمین خلق کرد. همیشه چی؟ رب العالمین خلق کرد. هم به فضل ابن عباس رضی الله تعالی عنه یک روز میبینن که شبونه گریسته ایستاده است. گفتن که برای چی میگری؟ برای چی میگری؟ گفت فضل رضی الله تعالی عنه گفت که گفت که آیا همین آدمی که مخاطب خطاب کرد گفت که آیا شبی از شب‌ها یادت برسید که همین یگون بار مثلا یادت به اومد که یگون شب مثلا هل بیت لیلتا شاکرا لله عز وجل ان جعل لك عینین تبصر بهما و لسانا تنطق به. یگون شب مثلا يقول هل بت ليلة شاكرا لله أن جعل لك عينين تبصر بهما وأن بت ليلة شاكرا لله أن جعل لك لسانا تنطق به. يعني يقول شب مثلا تو يعني هم یادت به همین انسان مثلا حقیقتا یاد میبرم چی ده. يعني یگون بار همین پیش اخواب روید الله به شکر کرده که الله تعالی تو به چی دو چشم داد که تو چی کار میکنی و دو چشم میبینی. دو چشم گرفته چیکار میکنی؟ یعنی میبینی. شکر کردی همین به همین نعمت، به همین نعمت به شکر کردی. یعنی شکر کردی که الله تعالی تو به چی زبان داد. شکر کردی که تو الله تعالی تو به مقدار چی نعمت داد. هم به یونس ابن عبید رحمت الله علیه پیش به یکی از مثلا چی وای آدم ها اومده چیکار کرد؟ شکایت کرد یعنی از چی وای قلت الید، یعنی من احوالم وزمین، احوالم یعنی کذا و کذا و کذا. گفته شکایت یعنی دینار ندارم، درهم ندارم، یعنی تجارت نیست، کذا نیست، کذا نیست. سنه یونس ابن عبید رحمت الله علیه، یونس ابن عبید ابن دینار رحمت الله علیه گفت که همین حاضر مثلا میگه همین دو دستت مثلا 100,000 درهم به میفروشی. نگفت زبانت 100,000 دیگه به میفروشی، چشمت، گوشت، پاهات. نه گفت که سبحان الله میبیای من به شکایت میکنی که پول ندارم، مال ندارم، تو میگوید 100,000 درهم داشته بدهی. یعنی میلیون ها یک جا میکنی همین چیزه. میگویی که من چه کم بغل میگویی خودت. من چی میگویی خودت؟ کم بغل میگویی. من چی میگویی خودت؟ کم بغل میگویی. یعنی سبحان الله. هم ابو درداء رضی الله تعالی عنه میگفت که العافیت غنا الجسد. العافیت غنا الجسد. العافیت غنا الجسد. عافیت یعنی سلامتی. این بویگری جسد. بویگری طلا نه، نقره نه، یاقوت، زمرد، مرجان نه. این بویگری چی هست؟ سلامتی. هم به میگفتن که الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى. فهمت؟ الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى. يعني تاج، يعني تاج گران گفتم میکشد، یعنی پسر پدرش کشتگی هم خیلی یعنی برای تاج گرفتن، یعنی پسرش یعنی ولی العهد
پدر مثلا پرشو ملیک یعنی صبر کن مراد تو میبیا یعنی این پدر مرسوگش نیکو یعنی ها مردنی نیت هم نداره یعنی تیستر مثلا تخت بشین یعنی توج گیر سر به برای توج گفته پدرش کشت رفته نمیدند که سرشانده توجه همانده توجه سرشانده لیکن این چیزا فقط که میبیند این توجه کسلا میبیند یعنی این سلامتی توجه که سری آدمای سلامتانده لیکن این توج تلوی بیبهویه فقط که ها میبیند کسلا میبیند یعنی فقط که ها میبیند یعنی کسلا میبیند یعنی فقط این چی بیمار ها میبیند نه همین اندر از حدیث رسول صلی الله علیه و سلم میگوید که نعمتان مغبون فیهما کثیر من الناس ما هما والفراغ الصحة والفراغ یعنی مغبون از کلمه غبن یا که غبان گرفته شدگی الغبن غبن یعنی به اسکان میبیاد و غبن هر دوشم اومده غبن میبیاد به اسکان بایم میبیاد و به فتح بایم غبان میشد غبن میشد اگر به اسکان که کردیم غبن گویم و چنده میشد تجارتنده اگر غبن گویم رأینده میشد فکرنده میشد غبن یعنی فریب خوردن فهمدید غبن یعنی معنیش چی بوده است یعنی فریب خوردن بوده است و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته غبن گفتیم چی گفتیم یعنی فریب خوردن فهمده فریب خوردن معنیش یعنی همین مونده تجارتنده چی های خیار الغبن میگن خیار الغبن یعنی شما حاضر بازار با اومدید خریدید تلفن تلفن چیکار کردید خریدید همین تلفن چنده میستاد 1000 ریال این بهتر گفته شما مثلا چه از قشلاق آمدگی خبرتون نیست این بهترین چیه این 5000 ریال میستاد خیلی خودش 7000 به شما قشلاق بدنتون با 5000 میفروشن ها شما مثلا این ماشاءالله این قشلاقی های خیلی مثلا آبروش بلند بزرگته خرسند خریدید ها رفته وقتی که رفته اتوبوس بشتید یعنی همه گفت که عقلت خورده ای چه کردی یعنی این 1000 ریال با نمیخردش کس 5 بار شما چیکار کرد یعنی وای فریب داد این انده چیه همه چی میگیم غبن میگیم یعنی شما حق دارید که چیکار کنید گارونده آواره وای بمیتید یعنی این انده چی نکوث البیع نکوث العهد نمیشد این نمیشه خیار الغبن شما خیار یعنی اختیار دارید خواهید خودتون بگرفته میمونید میگید خلاصش غبن مالش الله بخشدش اگر خواستید مثلا گارونده میتید میگید که گارونده تی حقمه همین غبن میگن یعنی شما چیکار کردید شما فریب دادن فریب خوردید فهمدید اگر رأینده فکرنده شود مثلا نه فکرنده یک کس مثلا افتاد یک فکر گرفتید گفتید که مثلا چیوای من همین خونه ساختن من به یک یاردم ته ها وای مثلا شما به فکر داد که فکر که شما فریب داد یعنی ها گفت که یک زمین گیر گفت یعنی کذا گفت یک زمین شما بگرفته داد زمین آشار 200 کیلومتر دورنده صحرا یعنی تو نگفتید من چه میکنم این جنده یعنی اینا نمیشه غبا میگیم به فکر شما چی کرد فریب داد انمین یعنی همین مغبون که گفتید که حدیثه نعمتان مغبوب فیهما کثیر من الناس الصحة والفراغ یعنی علم مسئله ده خیلی که همین خرید و فروشن بسیار آدمو فریب میخورند بعضی هم مثلا زنگرین ده فریب میخورند بعضی هم موشنگرین ده فریب میخورند ها یعنی زن میگرفتگی مثلا میراد میگفت که برادر من با مصلحت چیکار کنم مثلا ها وای شما با مثلا چیکار کرد یعنی مصلحت داد گفت که میخیله نه چه وقتی که دیدید که شما چیکار کردید وای فریب داد است یعنی یا مثلا یک ماشین بگیرید یعنی فهمیدید این غبن فکرنده میشد و چنده هم میشد خرید و فروشنده هم میشد همین خرید و فروش و فکران بسیار آدم‌ها فریب میخورند و این چون عیناً بسیارتر جنده آدم‌ها فریب میخورد همین دو نعمتنده سلامتی فراغنده فراغ دستی ها یعنی خالگی میگیم چی میگیم یعنی وقت ها هم به فراغ دستی میگم که دستی وقت خالگی یعنی ها وقت غنیمتی مثلا برای اون که یعنی وقت میشد که خلاص تو دیگه وقت نداری
ها دیگه چی وقت نداری. یعنی وقتی که احتضار میشوی آخری مثلا چی لحظه هات میموند فرشته های میبینی که نزدیک به کفن و به ها کفن گرفته آوردن دیده ایستاده که تو آدم میموری خلاص وینده میگویی که گجا شد فراغ من. فهمدید؟ هم به این صحت مثلا انسان چی میکند یعنی باید که چی قدرش دوند صحت چیکار کند یعنی قدرش چیکار کند یعنی انسان صحت قدرش دوند. كل نعمة لا تؤدى شكرها فهي بلية على من على صاحبها فهي بلية على صاحبها. هم به ایجنده چی گفت رسول صلی الله علیه و سلم این حدیث انده گفته استاد است که کل سلامه یعنی هر یک نعمتی که الله تعالی داد این باید که چه شکرش چیکار کنی قایم کنونی. هم با الله تعالی چی میگه اعملوا آل داوود شکرا و قلیل من عبادی الشکور. قلیل اینجا هم نگرید کثیر من الناس مغبون یعنی بسیار آدم‌ها چی همین قدر سلامتی و فراغدستی نمیدونند. و اینجا هم الله تعالی میگه که اعملوا آل داوود شکرا یعنی آل داوود میگه که شکر کنید. شکر ها کنید گوید نه کنید به فعل به عمل کنید. و قلیل نه من عبادی شکر یعنی کمتر آدمایی که از بنده های من شکر میکنند برای که بسیار آدما از شکر چندین یعنی محرومند. هم به الله تعالی میگه که نم ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. عن النعيم ابن عباس يعني تفسير صحيح على طريق علي بن ابي طلحه ابو صالح معاويه بن صالح علي بن ابي طلحه ابن عباس روایشان میگه که ثم لتسألن يومئذ عن النعيم یعنی عن ماذا میگه عن الصحه والفراغ یعنی همین نعمت سلامتی شما چی پرسیده میشد. برای همین این نعمت اگه سوال میشد که اینقدر این صحتی سلامتی عافیت نعمت بزرگ باشد چی خیلی شکری نجاب بیارم گفت علیه الصلاة و السلام او بیان کرد. یعنی اینو به چی صدقه کردن همین عمل های کردن یعنی چی بوده یعنی مثل همین عدل کردن بین آدم ها به یاردم دادن مثلا کلمه طیبه گفتن مسجد به مثلا قدم مانده رفتن راه آدم ها چیزهای آسیب ضرر میرسونه از راه ها دور کرده همین وقتی چی کردن چی میشود یعنی به همین که انسان چی میکند یعنی صدقه نعمت های یعنی چی قدرش شکرش جواب می بیارد. والحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يردم متي يعني شما بتوعينها يعني توعينه مثلا شو يعني تميكن يعني فرقش نه چی نه يعني خطوة و خطوه مثلا یعنی پا موندن یعنی قدم مونده پا موندن یعنی اونا به ماشین هم میدارد ماشین چی میشه؟ چه ماشین؟ مثلا ماشین که مسجد رفتن ولی یه پایکو آخر داشتن نکو پاکتی اومده گه جنده پاکتی برای رسول صلی الله علیه و سلم یعنی چی میکرد یعنی پیاده میرفت یعنی علیه الصلاة و السلام چیکار میکرد یعنی پیاده میرفت یعنی ساعت چند شد حاضر؟ هم به یعنی